سلام دوستان عزیزم، به کانال الکتریپر خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یه ویدیو جدید براتون آماده کردم. این ویدیو جاش خالی بود خدایی توی آموزش های کانالمون، مربوط هستش به آموزش تعمیر سیم جمع کن. حالا من سیم جمع کن رو باز کردم، قطعاتشو میخوام اون قسمت مهمه رو بهتون نشون بدم که خلاصه کار باشه و مهمترین قسمتش هم همونه دیگه. یعنی شما اونو یاد بگیرید، کارهای دیگه سیم جمع کن مثل آب خوردن فقط بستنه. خب بریم سراغ آموزشمون. دوستان برای ما یه جارو برقی آوردن و مشتری هم دائم تکرار میکرد که سیمش قطعه. آقا سیمش قطعه، اصلا اشتباه نکنید یه موقع یه کار دیگه انجام بدیم. منم واقعا بعضی مشتری ها نمیدونم چرا اینجورن، فکر میکنن من الان خیلی معذرت میخوام مرض دارم که بیام موتور اجاره برقی و وقتی سالم باشه عوض کنم. و آقا اگه سیمش باشه من نگاه میکنم دیگه. و این مشتری هم هنرنمایی کرده بود و باز کرده بود وسیله رو، نتونسته بود درست کنه و خرابترش کرده بود. حتی اون سیم جمع کنی هم که کار میکرده اونم زده بود خرابش کرده. حالا من به عنوان یک تعمیر کننده وظیفه خودم میدونم اینو تعمیر کنم، در صورتی که مشتری اصلا به من نگفته اینو تعمیر کن، من تعمیرش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ما سیمو باز کردیم، سیم جمع کنو. شاید خیلی از شما سیم جمع کنو باز کرده باشید، یه سیم پرید بیرون. خب وقتی یه سیم میپره بیرون، این ببخشید فنرش میپره بیرون. این فنر برای جمع کردن سیم جمع کنه. وقتی میپره بیرون خیلی مشکل دارن، نمیدونن چه کار باید بکنن. ببینید این قسمتیه که سیم جمع کنه ما، البته مال جاربرقی، مال هر جاربرقی فرق میکنه، ولی اون جاربرقی هایی که به این صورت هستش، یک قاب داره روی خود دستگاه سیم جمع کن. من قابش رو آوردم، ببینید مثلا یه قاب داره به این صورت، این قسمت به این شکل، یعنی سیم جمع کن داخل اینه. این وقتی فشار میاره سیم جمع کن باعث میشه که این قسمت بچرخه. خب ما وقتی این قابو در میاریم یهو حواسمون نیست، این میپره بیرون، این فنر میپره بیرون. کاری که باید بکنیم به این شکل هستش. ببینید میگردیم انتهای فنر رو پیدا میکنیم. اگه باز کرده باشید میبینید این ابتدای فنر هستش که وارد اون هسته پلاستیکی شکل شده. نکن به این صورت قسمت رو میبینید وارد این شده. این ابتداش، انتهاش این قسمته. ببینید این انتهاش. موقع باز کردن حواستون باید باشه، یا اگرم باز کرد نمیدونید بدونید که شکلی که به این قسمت بخوره انتهاشه. نکن میبینید نمیشه، به پلاستیک میخوره و اصلا یه چیز مشکلی میشه. پس میفهمم که باید به این شکل. پس ما فهمیدیم که باید به این صورت قرار بگیره. ببینید قشنگ بره داخل قالبش و از این به بعد میچرخونیم تا فنرمون کامل داخل این قاب قرار بگیره. ببینید باید قشنگ به این صورت بچرخ. ببینید الان یه دور من تا اینجا چرخیدم. حواستون باشه این فنر باید هرچی میچرخه بره داخلش، نه دوباره بذارید رو همین، چون فایده نداره. فنر باید قشنگ به شکل دایره شکل تا آخر بره. باید با یه دستتون هم فنر رو بگیرید که از جا نیاد بیرون، و نه کارتون بیفایده است. سخت این قسمت همین جارو برقی بعضی موقع میشه همین سیم جمع کن. البته مثلا سیم جمع کنش اگه فنرش زیاد باشه مثل این یه ذره کارتون سخت‌تر میشه، ولی خب کار نشدی نداره، محال نیست. با یه دست بگیرید که فنر در نیاد. خب دیگه وقتی 2-3 تا دور رد کنید دیگه کارتون خیلی راحت میشه.
میتونید دیگه فشاری به اون صورت نیستش. همین 4 تا فنر همدیگه رو صفر مثلا تو جا فشرده کردن، باعث میشن که فنر به این راحتی ها بالا نیاد. ولی اولش چون فنر هنوز یه دور بیشتر نچرخیده، باید با دست نگه دارید که فنر بیرون نزنه. حالا از این بعد یه ذره راحت تر، من فقط یه ذره فشار میارم برای خاطر جمعی. خب همینجور داریم میریم. خیلی از اساتید هستن که هنوز تو فنر جا انداختن مشکل دارن و این طبیعیه. بالاخره باید چند فنرهای مختلف جاربرقی رو باز کرده باشید تا بدونید. البته همین آموزشی هم که من میدم یه بار دو بار ببینید کارتون راه میافته. دوستان لطفاً همزمان که کار میکنم اینا بهتون بگم، این کانال منو لایک و سابسکرایب کنید، خیلی ممنونم از لطف شما. خب میبینید چیزی نمونده، همین یه ذره مونده، اینم بزنم و کارم تمومه. اون دوست عزیزمون که دائم تکرار میکرد سیمش مشکل داره، باید اینا رو بهش نشون بدم که به جز سیم چند جای دیگه هم خرابه. میبینید الان تمایل داره بیاد بالا، فنر زور میاره، من اینو با دست نگه میدارم که بعد اینجاشو مشتری گمون هم دستکاری کرده کج شده. میبینید اینو موقع چرخوندن حواستون باشه. حالا بهتون نشون میدم. اینا میبینید اینا کجه، ما اینو همینجوری که ادامه دادیم اینم میذاریم جا و میچرخونیم. میبینید چون کج شده اومده اینجا وایستاده. حالا ما باید اینا بذاریم داخل. بعضی هنوز روش بستن سیم جمع کن نمیدونم، فکر میکنن که باید اول اینجور تو دستشون بچرخونن بعد وارد قاب پلاستیکی کنن. این کار کاملا بیفایده است، چون هر چقدر دستتون قوی باشه نمیتونه این فنر رو قشنگ سفت به اندازه نگه داره. این باید داخل قابش جا بخوره. خب دوستان ببینید قشنگ جا افتاد. حالا میریم سراغ مهمترین کارمون همین بود، میریم سراغ بستنش که بهتون نشون بدم به چه شکل هستش. دوستان لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه، حتما لایک و کامنت سابسکرایب داشته باشید. و یه سوالم ازتون بپرسم قبل تمام شدن، بگم که من قصد دارم که کانال تعمیراتمو یه کانال دیگه بزنم و کارهای تعمیراتیمو تو اون کانال قرار بدم و ترفندا و بالاخره اون خلاقیت هایی که میخوام توی کار نشون بدم و تو همین کانال انجام بدم. اگه واقعا به نظرتون خوبه اینجا بنویسید و اگرم به نظرتون هم تعمیرات هم ترفندا تو این کانال باشه، یعنی دو تا مبحث با هم باشه، حتما بنویسید برام که بدونم. حتما حواستون باشه که این یه لحظه اینوری نکنید که سیمش یهو در بیاد. همینجوری آروم، اگرم دیدی زور میاره یه چیز بذارید روش سنگین، بذارید کنار. من میذارم کنار، اینو بیارید بکن. این قسمت پلاتینا رو میبینید، اینم پلاتینای گرده. اینا این دوتا رو این دوتا پلاتین میچرخه. من حالا چون برای اینکه ضرب نباشه یه ذره روغن به اینجا زدم که موقع چرخیدن این روون باشه و
گیر نداشته باشه دوباره از اول همون داستان خرابی رو پیش بیاره. خب ما اینو به این شکل باید بزنیم، چون این ور که به این برخورد نمیکنه دیگه، باید به این صورت بریم. اینا ببینید این لاستیکی که مال ترمزش هستش، اینو باید بیارید بالا، این قشنگ جا بده، حالا دوباره ولش کنید بیاد روش. خب این قسمت هم که با موقع باز کردن داشتیم، این قسمت دیگه پر است تا میذاریم به این قسمت که سیم در نیاد، مشکل برای سیم نباشه. و این سه تا قسمت هم دقیقا روی این قسمت هایی که خالی هستن. خب حالا میمونه چی؟ این فنر باید از داخل این سیم جمع کن، این قسمت هایی ببینید داخل این باید رد بشه. ما الان کارمون اینه که اینو از تو این رد کنیم، یه دست میذاریم رو خود سیم جمع کن که در نیاد و سعیمون رو میکنیم که فنر رو از داخلش رد کنیم. خب درشو بردم. خب درشو بردم. الان ادامه چرخشم میرم و قابو میذارم سر جاش. خب اینم از این سیمم میریم داخل جاش. ببینید خب برای اینکه کوکش کنیم یه چند دور اینجور میچرخونیم. خب حالا شما اینجا رو ببینید، حالا من بازش میکنم. ببینید خب این وقتی تا اینجا اومده یعنی کافی. الان کاملا سیماش بازه. ببینید اگه میخواید سرعتش بیشتر بشه باید 2-3 دور کوکیشو بیشتر کنید. برای مثال نگاه کنید، من اینو میگیرم و الان بسته. نگاه الان قشنگ برای خودش کار میکنه. کافیه دوستان. اگه علاقه داشتید به این آموزش لطفاً دکمه
لایک رو حتما بزنید، اشتراک گذاری کنید با دوستاتون، کانالم یادتون نره سابسکرایب کنید، کامنت هم حتما بذارید. ممنونم که وقتتون رو صرف کردید و این ویدیو آموزش رو نگاه کردید. امیدوارم که دوست داشته باشید.